سلام دوستان، به ایران پادکست خوش آمدید. در این قسمت به زندگی نامه فئودور داستایوفسکی نویسنده شهیر روس میپردازیم. شاید مشهورترین جمله این نویسنده روسی قرن 19 همان جمله‌ای باشد که از زبان یکی از شخصیت‌های رمان مشهور برادران کارامازوف بیرون می‌آید. اگر خدا نباشد همه کاری مجاز است. فئودور داستایوفسکی در سال 1821 پا به جهان گذاشت. پدرش پزشک و مادرش دختر یکی از تجار مسکو بود. والدینش در جوانی او از دنیا رفتند. سال 1843 با درجه افسری از دانشگاه نظامی فارغ التحصیل و در وزارت جنگ مشغول به کار شد. اما یک سال بعد از این کار استعفا داد و در حالی که ارث پدریش را هم با ولخرجی از کف داده بود، رمانی از بالزاک را ترجمه کرد. در سال 1845 با نوشتن رمان بیچارگان وارد محافل ادبی نویسندگان ساختار شکن پترزبورگ شد. داستایوفسکی در دهه 1840 در حلقه ادبی فعالیت داشت که هدف نهاییش کمک به ایجاد اصلاحات اجتماعی بود. اعضای این حلقه کتاب‌های ممنوعه را می‌خواندند و درباره تغییرات اجتماعی از جمله رهایی یافتن از سانسور و نظام ارباب الرعیتی بحث و گفتگو می‌کردند. با توجه به اتمسفر سیاسی حاکم در اروپا در آن زمان، این ایده ها در نظر صاحبان قدرت کاملا خطرناک و آسیبزا جلوه می کرد. پس از دستگیری، دادگاه نظامی برای داستایوفسکی تقاضای مرگ کرد. او و 3 نفر دیگر را با چشم بسته پای جوخه اعدام بردند و کشیشی را برای طلب بخشش پیش آنها آوردند. اما در حالی که سربازان آماده شلیک بودند و طبل‌های نظامی می‌نواختند، سربازان تفنگ‌های خود را زمین گذاشتند. داستایوفسکی و 3 نفر دیگر شوکه از این اعدام ساختگی به زندان برگردانده شدند. او به 8 سال کار اجباری و خدمت در سیبری محکوم شد. اولین نشانه‌های بیماری در داستایوفسکی در زمان حضور او در مدرسه نظامی خود را نشان داد. تشنج‌های ناشی از سر نیز در سال 1839 و در 18 سالگی او آغاز شدند. این تشنج‌ها در زمان تبعید او در سیبری رو به وخامت گذاشتند. و با اینکه قرار بود داستایوفسکی پس از پایان دوران محکومیت به خدمت ارتش بازگردد، اما به خاطر شرایط جسمانی نامطلوب از این خدمت معاف شد. پس از گذراندن محکومیت خود در سال 1866 جنایت و مکافات یکی از شاهکارهایش را نوشت. در همان سالها قمارباز را هم به رشته تحریر درآورد که موجب آشناییش با تایپیستی به نام آنا و ازدواج با او شد. قمارباز فقط طی 26 روز و با تندنویسی آنا نوشته شده بود. او و آنا راهی سفری به اروپا شدند. داستایوفسکی در این سفر بارها پول خود را در قمار باخت. رمان قمارباز در واقع وصف اعتیاد شدید خود داستایوفسکی به قمار است. این رمان ماجرای زندگی یک خانواده ثروتمند روسی است که بر اثر پاره‌ای تغییرات و بی‌لیاقتی‌ها مال فراوان خود را از دست داده و ناچار به مهاجرت به کشور دیگری شدند. روایت کننده این قصه که معلم فرزندان این خانواده است، خود فردی قمارباز است. او در سراسر داستان یا در حال قماربازی است یا از قماربازی برگشته. معلم اما ایمانی راسخ به بخت خود دارد و دائم در حال قمار است. او باور دارد که تنها یک راه برای خوشبختیش وجود دارد و آن بردن در میز قمار است.
داستایوفسکی در رمان معروف دیگرش یعنی جن‌زدگان یا همان تسخیر شدگان در طنزی گزنده و سیاه به روشنفکران عصر خود می‌تازد. او آنها را به خاطر بازی با اندیشه‌های انقلابی بدون اینکه واقعاً بدانند انقلاب در عمل چیست زیر سوال می‌برد. او استدلال می‌کند که از یاد بردن موازین اخلاقی و انسانی به خاطر افکار آزادی خواهانه به استبدادی ختم می‌شود که از استبداد قبل از انقلاب هم بدتر است. داستایوفسکی بیشتر از اینکه یک نویسنده باشد، یک انسان دردمند بود. کسی که 8 سال آزگار را در تبعید و بدبختی گذرانده، عزیزانش جلوی چشمانش مردند و بیماری همیشه همراه وی بوده. تمامی این اتفاقات باعث شد تا داستایوفسکی به دیدگاه فلسفی عجیبی برسد که این موضوع در تمامی کتابهایش بازتاب دارد. بر فرض مثال در داستانهای او همیشه مسائل اخلاقی مطرح است. مثلا در رمان جنایت و مکافات. گویی او فیلسوف اخلاق مداری بود که کاملا مخالف دیدگاه لالین بود که می گفت هدف وسیله را توجیه می کند. داستایوفسکی معتقد بود که یک عمل در نهایت به یک حکومت تمامیت خواه منجر خواهد شد که در نهایت نیز چنین شد. او همچنین دیدگاه جالبی را درباره مرگ دارد. همیشه در آثار او حضوری از مرگ به چشم می‌خورد. گویی در داستان‌های او هیچ امیدی نیست، چرا که همیشه مرگ وجود دارد. همانطور که داستایوفسکی هنر خلق داستان را از آثار نویسندگان بزرگ پیش از خود آموخته بود، خودش در نهایت به یکی از همان نویسندگان برجسته و منبع الهام و حامی طیفی گسترده از نوابغ ادبی تبدیل شد. کافکا او را یک خویشاوند خونی خواند و تأثیرات داستایوفسکی بر آثار او کاملا مشخص است. استادان نثر از جمله ارنست همینگوی و جیمز جویس او را به عنوان یکی از الگوهای بزرگ خود در نظر گرفتند. و سایرین همچون نیچه و حتی زیگموند فروید به خاطر توانایی درخشان او در به تصویر کشیدن پستوهای تاریک و عمیق ذهن انسان در داستانهایش از داستایوفسکی تحسین و تمجیدهای فراوان می‌کرد. اینطور که تعریف می‌کنند به مجرد روبرو شدن با فئودور پاولویچ 2 سیلی جانانه چپ و راست به صورت او زد. بعد هم چنگ انداخت، موهایش را گرفت و 3 بار او را تا زمین دلا و راست کرد. بعد بدون یک کلمه حرف رفت به طرف کلبه خدمتکار و به سراغ 2 پسر بچه. در آنجا هم وقتی دید بچه‌ها کثیف هستند و لباسهای ژنده بر تن دارند، 1 سیلی هم نثار گریگوری کرد و به او خطاب کرد می‌خواهد بچه‌ها را پیش خودش ببرد. بعد آن 2 را با همان بدن و لباسهای کثیف در پتویی مخصوص سفر پیچید و سوار کالاسکه‌شان کرد و آنها را به شهر خودش برد. گریگوری همچون برده‌ای وفادار سیلی را نوش جان کرد. هیچ اعتراضی نکرد و حرف زشتی هم نزد و ضمن بدرقه بانوی سال خورده تا پای کالاسکه‌اش تعظیم کنان تا زمین خم شد و با لحنی موقرانه گفت خداوند به خاطر لطفی که درباره این بچه‌های یتیم کردید اجرتان را خواهد داد. از کتاب برادران کارامازوف. داستایوفسکی زندگی کاملی را تجربه کرد، اما در سالهای پایانی زندگیش بیماری او فقط وخیم و وخیمتر شد. در نهایت این بیماری به همراه مجموعی از سایر مشکلات باعث شد او در 59 سالگی و در سال 1881 از دنیا برود.